متاسفانه وقت‌های اخیر دست به جنایت زدن جوانان بیشتر به مشاهده می‌رسد که باعث نگرانی و تشویش است. در ناحیه کوشانیان یک گروه جوانان برای دست داشتن در جنایت دزدی مال و اشیاءهای ساکنان ناحیه مذکور دستگیر گردیدند. افق قادریان جنایت‌های صادر نموده این گمانبران را شرح می‌دهد. پس زدن شأن و اعتبار مردانگی و به گمراهی کشیدن خود و اطرافیان از جانب بعضی افراد به جایی می‌رساند که این طایفه انگشت‌نمای تمام جمعیت می‌گردند. از همه تأسف آورش این است که بعضی افراد جنایت پیشه پیوسته دست به جنایت میزنند و میخواهند با این راه از مبلغ‌هایی که غیر قانونی به دست آوردند مشکلی خیش را آسان نمایند. دست به دزدی زدن چند نفر از شهروندان که ساکنان ناحیه کوشانیان میباشند دلیل گفته‌های بالاست. در اساس عریضه‌های شهروندان به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه کوشانیان عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مالکیت شخصیشان از حساب کارمندان میلیشیا گروه فوری و جستجویی تأسیس داده شده در مدتی کوتاه 3 نفر از ساکنان ناحیه مذکور را با گمان جنایتی دزدی دستگیر نمودند. اینها شهروندان سعید فرخ سال تولدش 1989 پیش 4 مراتب با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. شریپوف جمعبک سال تولدش 1995 پیش 1 مراتب با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است و اکابیرف بهردین سال تولدش 1991 می باشند. این 3 نفر با مقصد تصرف نمودن مال و ملک غیر شبانه با طریق پنهانی وارد منزل‌های استقامتی و عاقلخانه‌های شهروندان گشته از آنجا چارواهای کلان و میده شاخدار، دوچرخه‌ها، اسباب‌های دوریدگری، یخدان‌ها و ماشین‌های جامعه‌شویی ساکنان ناحیه را دزدیده از جای حادثه غیب می‌زنند. این 3 نفر در 15 حالت دزدی دست داشته ضرری رسانیدهشان به شهروندان 30,000 سامانی را تشکیل می‌دهد.